مشکلی برام پیش میاد گریه میکنم، اول گریه میکنم بعد مشکل رو حل میکنم. دمتون گرم واقعا، خیلی خوبه. شما آدم قوی هستید، من آدم قوی نیستم. من وقتی دردم میاد گریه میگیره، ریاکشن بعدش برگردم میگم این چرا داری اینجوری میکنی، چرا گریه میکنی. نصف بیشتر کامنتای بعدی که الان میخونم که تو می‌خواستی با فلانی اوکی شی، وای مشخص بود از حسادت داشتی میوردی که فلانی یا بخوره تو صورت من. این قضیه بلای سرش اومده، بعد یه سریاتون دارید بیشتر اذیتش میکنید، بهش فوش میدید، میگید که محکم میخورد تو صورتت، چرا کم خورد تو صورتت. با چند از دهنم در اومده بود که همینجوری ناخودآگاه در متن حرف بدی هم نزدم. متر نفسش بالا نمیومد. یه فوش، همین فوشی که اولش جه داره رو بهم داد، سر املت نشسته بودیم، یعنی اصلا باورم نمیشد. من خودم شوکه شدم. Let's go. سلام همه بچهای عشق ابدی اما عددی، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. برگشتیم ما یه ویدیوی خفن دیگه، تا آخر ویدیو همراه من باشید که خبر دارم براتون، اونم چه خبر بود. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یه تشکر ویژه دارم از کسایی که منو سابسکرایب کردن، لایک کردن، برام کامنت میذارن. مرسی که ما رو حمایت میکنید، عاشقتونیم. اگرم تو که داری اولین بار ویدیو ما رو میبینی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن، چون ممکنه دیگه هیچ وقت یکی از ویدیوهای ما رو نبینی و اصلا نیاد برات. پس این شانس فوق‌العاده است که همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید که از همه اتفاقات پشت پرده عشق ابدی با خبر بشی و حتی راه‌های پنهونیشون هم بفهمی. پس همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن که از فیلم‌های بعدی جا نمونی. بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ دو تا زوج جدیدمون که این روزا رسانه‌ها رو ترکوندن. حالا به نظرتون کیان؟ باریکلا، نیلی افشار و سرجیو خودمون یا همون سجاد عشق ابدی. بریم سراغشون. ممکنه شما نیلی افشار و سجاد عشق ابدی رو نشناسید در حد چند ثانیه و خلاصه براتون میخوام بگم که این دو تا گل نوشکفته کیان. البته نوشکفته که چه عرض کنم. سرجیو یا همون سجاد یکی از شرکت کننده های برنامه عشق ابدیه که الگوی رفتاری چیزیه که ما تا اینجا فهمیدیم اینه که آدم کنترلگریه، آدم پرخاشگریه، آدمی هست که پر از سایه‌های روانی. از طرف دیگه نیلی افشار یک کاراکتری هستش که توی دنیای رسانه مخصوصا اینستاگرام آدم شناخته شده ای و کسیه که دنبال شهرت، دنبال دیده شدنه و توی این مسیر به خاطر اینکه به آرزوش یعنی همین شهرت برسه مراحل سختی رو گذرونده، رابطه‌های عجیبی پشت سر گذاشته و میگن زندگی سختی هم داشته و همیشه جزو چهره‌های وایرال و جنجالی رسانه‌ها بوده. و حالا یه سری عکس و فیلم پخش شده از سرجیو و نیلی که نشون میده این دو نفر دارن با هم وقت میگذرونن. یه ذره عجیب به نظر میرسه. قبل از اینکه بریم موضوع باز کنیم یه سوال ازتون میپرسم. به نظرتون این وقت گذروندن یک رابطه واقعیه یا یک معامله دو سربرده یا تکرار یه الگوی جذاب ولی خطرناکه؟ حالا به نظرتون سجاد عشق ابدی چی داشت که نیلی افشار حاضر شد باهاش بره تو رابطه؟ بریم خیلی منطقی و جدی جواب این سوالو بدیم. هر کس میتونه یه جور جواب این سوالو بده، اما از نظر من آدمایی که یه مدت طولانی مشهور بودن یه جوری مثل نیلی بعد یه مدت هیجان‌های روزمرهشون براشون کسل کننده میشه و یه جورایی انگار اعتیاد پیدا کردن به اون دیده شدن، بلکه یه مدت از اون ترند بودنه بیان پایین و دیده نشن، احساس کسلی میکنن، احساس بی انرژی بودن میکنن، حالشون خلاصه بد میشه و حالا شروع میکنن میرن دنبال یه چیزی میگردن که دوباره اون ترند بودن و بهشون برگردونه. حالا نوبت همون سواله که ذهنمون رو درگیر کرده. سجاد عشق ابدی چی داشت که خانم نیلی افشار حاضر شد باهاش بره تو رابطه؟ ببینید سجاد عشق ابدی آدمی بود که به نوع خودش آدم کاریزماتیکی بود. حالا کاریزماتیکه مثبت و منفی داریم. این آدم کنترلگری بود، آدم پرخاشگری بود، آدم خشنی بود و یه جورایی مهره اصلی برنامه‌ای بود که این روزا ترنده. مخصوصا حالا فصل یکمش که نیلی اون موقع که میرفت سمت شاهین اون موقع بیشتر دیده میشد، چون فصل دوم یکم ویوهاش خوابیده. ولی خب به هر حال سجاد توی برنامه شرکت کرده که ترنده و خودش هم با اخلاقای خوبش یکی از مهرهای اصلی و از طرف دیگه پارتنرش توی برنامه هم جز کسایی بوده که در واقع فالوور زیادی داشته و خود آیدا هم یکی از ترندها بوده. پس این آدم میتونه گزینه خوبی باشه برای اینکه دوباره بخواد اسم نیلی رو سر زبونها بیاره و دوباره مثل یک بمب خبری این قضیه پخش بشه و دوباره اسم نیلی ترند بشه، دوباره اسم نیلی سرچ بشه و دوباره این آدم دیده بشه. حالا بریم یکی از ویدیوهاشونو با هم دیگه ببینیم. خب حالا یه توضیح کوتاه بدم درباره بازی که توی برنامه شده و دست اصل اتفاقی میخوره توی دهن یاسمین که زیاد مشکل خاصی هم به وجود نمیاد، فقط یه ذره انگار لبش خون میاد در همین حد
و یاسمین دل نازک بچم گریه میکنه و به خاطر این حرکتش هیتای زیادی میگیرن، بهش میگن تو دنبال توجه بودی، تو دنبال فلان بودی. حالا اینم میگه که من دردم گرفته که من گریه کردم، مگر من دنبال توجه اینا نبودم. حالا بریم حرفای خودش رو بشنویم. سوشال میدیا فعالیت میکنم و یه سریاتون منو میشناسید، یه سری منو نمیشناسید. اونایی که منو میشناسن با اخلاقیات من آشنان، همیشه از من حمایت کردن، دمشون گرم واقعا. من همیشه قدردان حمایتشون بودم. ولی یه چیزی که هست توی این برنامه عشق دو شب الان یه اتفاقی داره میفته، یه بازی بود که یه اتفاقی اونجا افتاد و من صورتم زرد دید، نسبت به اون داشتم ریاکشن نشون میدادم و من بدنم اینجوری که موقعی که زرد میبینم ریاکشنم نسبت به درد گریه است و به خاطر همین مسئله من خودم کنترل کردم که خیلی خودم کنترل کردم که گریه‌ام نگیره و رفتم بالا توی اتاق که تنهایی خودم اوکی کنم، فرش کنم، حالم خوب بشه، بیام پایین که مشکلی ایجاد نشه، داستانی نشه، دوربین نخوام حالم بد بشه به هم بریزم، چون از این مسئله متنفرم. دلم نمیخواد که ضعف نشون بدم از خودم، تمام سعی میکنم که این اتفاق نیفته. ولی من رفتم بالا، به من گفتن بعد بری پایین، بعد بری جلو دوربین، ما چون هنوز توی ضبطیم و تو اون لحظه‌ای که من کلی فشار بود و داشتم سعی می‌کردم که حال خودم اوکی کنم، اون لحظه دوربینم داشتم رکورد می‌کردم و من اینجوریم. بدن من نسبت به درد ریاکشنش گریه است. من وقتی با یکی بحثم میشه گریه میکنم، من این مشکلی برام پیش میاد گریه میکنم، اول گریه میکنم بعد مشکل رو حل میکنم. یاسمین با حجم خیلی زیادی از کامنت‌های مردم مواجه شد و نتونست تحمل کنه و دوباره گریه کرد تو استوریاش و داره استوری میذاره و زودم پاکشون کردن. ولی خب ما این استوریا رو داریم، بریم با هم این استوریا رو ببینیم، بقیه‌شون رو ببینیم. اصلا کلی اتفاق الان افتاده، کار به هیچی ندارم، ولی خوبه که یه سری آدما قبل از اینکه یکی دیگر رو قضاوت کنن اینقدر بی‌رحم نباشن. من یه مشکلی برام ایجاد شده بود تو برنامه و داشتم ریاکشن نسبت به اون نشون میدادم و این آیا چه ربطی داره به اینکه من دنبال توجه بودم، من دختر نمیدونم فلانی هستم، بیساری هستم، اینجوری بوده اونجوری بوده، من دنبال فلانی بودم، دنبال بیساری بودم، از روی نمیدونم حسادت فلان چیز بوده که من چرا اینقدر جو میدید و بزرگش میکنید این مسئله رو؟ شما خودتون تا الان وقتی بهتون درد وارد شده واقعا گریه‌تون نگرفته از ریاکشن، اگه نگرفته دمتون گرم واقعا، خیلی خوبه. شما آدم قوی هستید، من آدم قوی نیستم. من وقتی دردم میاد گریه‌ام میگیره، ریاکشن بعدش برگردم میگم این چرا داری اینجوری می‌کنی، چرا اینجوری می‌کنی، من دلم می‌خواد قوی باشم، هیچ کس دلش نمی‌خواد جلوی دوربینا برش بره، ولی بعضی وقتا آدم دست خودش نیست و من تنها داشتم از حق خودم دفاع می‌کردم. چیکار می‌کردم؟ مگه من خواستم کمچه اتفاقی پیش بیاد؟ مگه من خواستم این دعوا صورت بگیره؟ مگه من خواستم که بزنه تو صورت من از صبح که از خواب بلند شدم چیزی که فکر می‌کردم این بود که در آخر مثلا شب من گریه و صورت داغون می‌خوام برم بخوابم. مگه من همین اینا رو چیده بودم که این اتفاق بیفته؟ مگه من یه کاری کرده بودم که دست اون خانم بیاد بخوره تو صورت من؟ این قضیه بلای سرش اومده، بعد یه سریاتون دارید بیشتر اذیتش می‌کنید، بهش فوش میدید، می‌خواید محکم بخوره تو صورتت، چرا کم خورد تو صورتت؟ و یه حرف دیگه که میزنه، میگه اگه این اتفاق برعکس بود، یعنی اینکه دست من میخورد به عسل، الان طرفدارش میومدن میپریدن به من، ولی الان چون حق با منه همه دارن به من بد میگن چون دنبال عدالت و حقم بودم. بریم حرفای کاملترش رو بشنویم. میگن اتفاقا اگه این مسئله برعکس بود، همین الان کسایی که طرفدار این خانم بودن و اتفاقای دیگه میومدن دهن منو سرویس میکردن که چرا حواست نبوده، چرا مراقب نبودی، تو به یه دختر دیگه آسیب زدی، تو باعث شدی یه آدم دیگه گریه بکنه. ولی متاسفانه یه جوری شده که در کمال ناعدالتی همه انگشتشون گرفتن رو من، چون من از خودم دفاع کردم و ساکت نشستم میگوشه و از بلایی که سلام اومده بود ابراز ناراحتی کردم و پا شدم حرف زدم. بعد سکوت می‌کردم، مثل اینکه هیچی نباید میگفتم، ذره‌ای نباید اعتراض می‌کردم که یه موقع به کسی حرفی زده نشه. الانم که حرفی زدم من شدم یه آدم حسود بدبخت، یه آدمی که یه سریام اومدن بهش گفتن حتما می‌خواستی با معین اوکیشی و از حسادت به عسل اومدی این موضوع رو انقدر بزرگ کردی و این حرف. بریم حرفاشو در این موضوع بشنویم. کلا الان چون قسمتی که داره پخش میشه، چون که من توی اون ویلا تازه رفته بودم، به هر حال یه سری حرفا زده میشه که من شاید می‌خواستم با فلانی اوکیشم یا با بیساری اوکیشم یا دنبال فلانی بودم. نصف بیشتر کامنتای بعدی که الان می‌خونم اینه که تو می‌خواستی با فلانی اوکیشی، وای مشخص بود از حسادت داشتی میوردی که فلانی با فلانی بود و اینا. برنامه یه ذره بره جلوتر خودتون کاملا متوجه میشید که واقعا قصد واقعی من اونجا چی بوده و من چجوری رفتار کردم و آیا من واقعا دلم می‌خواست با کسی اوکیشم یا نه. آیا واقعا بچه‌ها، آیا اونایی که میگفتن واقعا دوستای من بودن یا نه. من کیکی بازی در آوردم، رفتم کاری کردم که اونا بخوان بیان با من اوکیشن برن سوسو فتنه بندازن تو روابط بقیه. احتیاج به این چیزا نیست، اصلا احتیاجی نیست. و یه حرف دیگه که بهش زدن، گفتن که رابطه‌ات با پسر بهتر از دختر بوده. حالا اومده یه سری جواب داده و یه سری هم اومدن گفتن پاچه مالی، بعد گفتن جای خالی رو پر کنین، یعنی تو داری آره دیگه. چیز دیگه هم که داره گفته میشه اینه که تو رابطت با پسرا خیلی بهتر بوده از دخترای اونجا. این قضیه کاملا رد میشه. من همون جوری که با آیدا و کیمیا و روژان رابطم در یه حد بود، با بقیه بچه‌های اونجا به هر حال آدما خارج از جنسیتشون، خارج از اینکه تو به یکی میگی دختر به یکی میگی پسر، همه در یه قالب انسانن. من با همه اونجا ارتباط میگرفتم و سعی می‌کردم با همشون صحبت بکنم. چندین جا تو برنامه هستش من جلوی پسرا پشت اون دختری گرفتم که حق باهاش بوده و باید راجع بهش صحبت می‌شد، چون که با چند تا دختر اونجا نتونستم ارتباط بگیرم و یه مشکلی ایجاد شده. دلیل بر این میشه که من فقط رابطه‌ام با پسرا خوب باشه، چون من نیومدم مثل یه سریا یه رفتار پاچه مالی بخوام انجام بدم. نمیخوام کلمه رو بگم، یه سریا با من اوکی نشدن. و در ادامه وحید میاد عذرخواهی میکنه از مردم قائم شهر به خاطر حرفاش توی برنامه. بریم عذرخواهیشو بشنویم. من امشب توی برنامه تو عصبانیتی که با اون شخصی که کاپل بودم داشتم، انقدر که رو مخم میرفت یه کلمه بانچر از دهنم در اومده بود که همینجوری ناخودآگاه در متنش حرف بدی هم نزدم، ولی خواستم از اینجا با همین تریبون کوچیکی که دارم از تمام مردم شمال علل خصوص بانچر عذرخواهی کنم که اگه برداشت بدی کردم. من خاک پای همتون هستم. قربون همتون برم. شب خوبی داشته باشید. و در ادامه نازنین میاد میگه که من و سرجیو یه بحثی با هم داشتیم که سرجیو میاد فوش خواهر مادر به من میده و به من میگه جنزه. بریم حرفاشو بشنویم. ما یه بحثی داشتیم با سرجیو، یه بحث کوچیکی داشتیم که یهو سرجیو با همون بحث به من فوش خواهر مادر. نه بابا
ببین سرجیو از دست من ناراحت بود سر اینکه مسئله مایکل جکسون پخش شد تو خونه. سرجیو به من کشید بغل گفت وای نازنین خانم، این ما خب صمیمی هم نبودیم، ما نازنین خانم گفت فقط کسی نفهمه اینو من گفتم. من گفتم نه بابا روال خیال راحت. ولی بعدش واقعا چون همه منو محکوم کردن من گفتم آقا به خدا این حرف دهن یکی دیگه رو من فقط تکرارش کردم، من انقدرم عوضی نیستم بیام یوتیوبش همچین لقب. آره دیگه. و سر همین سرجیو ناراحت شد از دست من و دیگه واقعا می‌خواست مثلا پدر من در بیاره اونجا. عصبش خورد. میگه چرا گفتی اینو؟ آره و اینکه آخر شب بود با احسان داشتن نمیدونم املت اینا درست می‌کردن، سوسیس تخم مرغ و احسان با من حرف زد و گفتش که بیا شما بیا پیش ما. من برگشتم گفتم که بیام اوکیه، چون که سرجر دست من ناراحت بود. گفت که نه اوکیه بیا. گفتم اوکی بیام بچه‌ها. اینا گفتن نه اوکی بیا بشین. ما رفتیم نشستیم. خب نمیدونم یه احساسی هم دارم احسان سرجر همیشه موقع از کار من حرف می‌کشیدن. چون غذا می‌خوردیم دو تا سوال پرسید و اینا منم هاشا کردم حرفشو. گفتم این هاشا میکنه منم هاشا کنم دیگه. و یهو قاطی کردم حرفشو هاشا کردم. یهو قرمز شد نفسش بالا نمیومد. یه فوش همین فوشی که ازش جداره رو بهم داد سر املت نشسته بودیم یعنی اصلا باورم نمیشد. من خودم شوکه شدم. پاشو برو ببینم دیدم فلان تو دیگه از بعد می‌بینی من یه جا میشینم یه چیزی می‌خورم نمیای با من حرف بزنی و اینا. من مثلا شوکه شدم حالا من عصبانی شدن نداشت. این من نگاه کردم دالی سو استاف داشت برای خودش میچرید این منم انسان نشسته بود اینا یعنی وای کردم قرمز شده بود اصلا نفسش بالا نمیومد. پاشو برو من کلی فوش بهم داد کلی فوش. و اینکه من چیکار کردی؟ من هیچ کاری نکردم. من واقعا پشمام ریخته بود یعنی واقعا چشام پر شد. رفتم یه لیوان آب ریختم. بعد ببین در جا گجه یونس منی میگیم چی میگیم کارگردان شب در جا اومد مثلا فشنگ اومد با مترجم و اینا اینجوری اومدن لاتیشو پر کردن که چیزی نشه. من رفتم یه لیوان آب برای خودم پردم اومدم و اینجوری داشتم با تعصب بهش نگاه می‌کردم و برگشت گفت اینجوری من نگاه نکن و اینا و یه فوش بد داد. گفتش که حالا من ترانسفر شدم گفت شیر تو کارمایی که از سمت تو منو بگیره و اینا اینجوری من نگاه نکن و برگشت گفتش که من که میدونم تو واسه چی اومدی اینجا، تو اومدی اینجا اونلی فنز تو ببری بالا. و این حرف خیلی حرف سنگینی بود واسه من، خیلی دلم شکست. اینو گفته بودی؟ نه اینو هیچ جا نگفتم. قطعا خوشت اومده که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. پس لطفا همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن که یه حمایت کوچیکم باشه از من. I love you، عاشق همتونم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.